سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز جمعه 11 ایول آشنا می کنم. امروز در شهر قیراقم در شمال تاجیکستان مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان برای حل بحران مرزی از سر گرفته شد. مرادعلی علی مردان معاون نخست وزیر تاجیکستان و عبدالرحیم مامتالیف همتای قرقیزی وی به توافق رسیدند که برای رسیدگی به تیراندازی اخیر در مرزی میان دو کشور در جزیره قلمرو واروخ کمیسیون مشترک جانب‌ها تشکیل شود. سپس جانب‌ها به شهر اصفهان آمده مذاکرات را پس درهای بسته ادامه دادند. در همین حال افرادی که در جریان زد و خورد زخمی شده اند در بیمارستان محلی طبابت می‌گیرند و وضع 2 نفر از آنها وخیم ارزیابی می شود. همکار ما معصومی محمد رجب در اصفهان قرار دارد و صحبت‌های را با زخمیان حادثه روز گذشته انجام داده است. اما زخم داشت دیگه شما آقای چی شده بود برادر؟ چی شد؟ چی نه اما انداختنند و چیز دیگه تا اینا چوکه. نامتون فامیلیتون؟ شرف و شهر. چند نفر شما اینجا وجود همون محلی چکلا؟ 7 نفر؟ مجروح شدگی از من یک کس مرد، من 2 کس شوبه احیانده، من 10 کس باینده. شکستمانده. خیش. کی؟ مو امک باشکن. نامشون کی است؟ جوربک زاده بختوار. از 1984. همون یک جوانی که مجروح شد. مجروح شدگی. در این شعبه احیا است. حاضر سلامتی چقدر است؟ سلامتیش خیلی است. برآمد دکتر گفتن جراحی گذاشت ولی گوش به ناآمده است. خونش بسیار رفتگی. در تیراندازی روز 10 ایول در واروخ که بر اثر مناقشه در بین ساکنان دهاتی نزد مرزی تاجیکستان و مرزبانهای قرقیز به وقوع پیوست، 1 نفر کشته و 7 نفر جراحت برداشتند. در حالی که مطبوعات منطقوی تحولات اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان را ساعت به ساعت پوشش داده است، شبکه‌های تلویزیونی در تاجیکستان از بررسی این حادثه خودداری کردند. اسدالله رحمان رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان علت پخش نشدن خبر از تحولات اصفهان را به نبود خبرنگار در این منطقه وابسته کرد. آژانسی تاجیک استاندارد در 10 روز اخیر از بازار و دکان‌های تاجیکستان بیش از 4 تن نوشاکی‌های نوعی پیکوی قرقیزستان را با سبب بی‌صفت بودن مصادره و محو کرده است. بختیار شکرزاده رهبر آژانسی تاجیک استاندارد میگوید سبب اساسی پس صفت شدن محصولات در فصل تابستان این است که تاجران برای نگهداری محصولاتشان یخدان‌های کافی و مکان مساعد برای نگهداری این گونه محصولات را ندارند. زیاده از 300 تن محصولات اساساً محصولات خوراکوری و بعضی محصولات ساختمانی هم بودن نیست و نابود کرده شد و از نو توکر کرده شد. با تاکید مسئولان تاجیک استاندارد سال روان این نهاد حدود 30 تن آبهای غیر اسپرتی و بیش از 8 تن مشروبات بی‌صفت را از نقطه‌های فروش مصادره و نابود کرده اند. بازی‌های جام جهانی فوتبال در برزیلیا به دوره نهایی خود می‌رسند. شام شنبه دسته منتخب برزیلیا با هلند برای به دست آوردن جای سوم و منتخب آرژانتین با آلمان برای به دست آوردن جایهای یکم و دوم مبارزه خواهند برد. در یک صحبت سرراهی رادیوی آزادی از هواداران فوتبال در شهر دوشنبه پرسید که در این شب و روز از کدام دسته پشتیبانی میکنند. بندشه شما در دور نهایی جام جهان کدام دسته غالب میبرد؟ بندشه من گرمانیا. بچه خاطر؟ آلمان. برای اونکه خوب تاکتیکی که بازی که گرمانیا دارد آرژانتین ندارد. بندشه من آرژانتین غالب میبرد. بچه خاطر؟ برای اونکه بازیگر بهترین دارد مسی، لیونل مسی بازیگر بهترین است. از همین سبب باید برد کنه. با فکر من امسال آلمان باید که غالب برآید در فوتبال امسال. شما کدامش مخلصی میکنید؟ من مخلصی آلمان هستم بیشتر. با گفتی من که آرژانتین غالب میبرد برای که بازی‌هایی که آرژانتین میکنند یگان دولت یگان شهر یعنی که رنگی بازی کردن نمیتواند. شما به هر حال کدام دسته را مخلصی میکنید؟ آرژانتین. باید گرمانیا. بچه خاطر؟ به خاطر که حتی دسته نیم نهایی برزیلیا را با حساب کلان مغلوب کرد.
مگر ارژانتین نمیتواند که با آلمان رقابت شدید نشان دهد؟ شاید هم. به هر حال شما کدامش مخلصی میکنید؟ من آلمان رو. بازی خیلی خوب میگذره و با فکر من ارژانتین غالب میاد. با چه خاطر شما اطمینان دارید که ارژانتین غالب میاد؟ در اون دسته بازیگران بهترین هستند. مثلا مسی، ماسکرانو و دیگر دیگه. مگر آلمان بازیگران سوس دارد با مانند میولر، شوانشتایگر، کلوزه، کروس اینا؟ نه او خیلی مسابقه است. مثلا نمیشه کدومش. به هر حال شما کدامش مخلصی میکنید؟ ارژانتین. اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.